اصفهان برام مثل داستانی که هر بار یک جور روایت میشه. در هست و اصل همون جای همیشگیه، جایی که از بچگی حداقل ماهی یه بار یا 2 بار بهش سر میزدم. با مادر بزرگم می‌نشستیم توی میدون نقش جهان و بستنی توی ظرف بسکویتی می‌خوردیم که از نظر من فقط تو اصفهان پیدا می‌شد. هم من و هم خواهرم اصفهان به دنیا آمدیم. خواهرم اواخر اسفند به دنیا اومده، وقتی که من کلاس 4 دبستان بودم. یادم یه روز صبح زود بیدار شدیم، هوا تاریک و روشن بود و 2 ساعت رانندگی کردیم تا برسیم اصفهان. بابا منو برد نقش جهان، مامانم رفت بیمارستان. دوچرخه کرایه کردیم. طبق معمول من نشستم پشت سرش و به پیراهنش چنگ زدم که نیفتم. دور میدون گشتیم. بعدش بزرگتر شدم. 12 سالم شد. مامانم جمعه صبح اصفهان کلاس داشت. من و بابام هم مامانم رو می‌بردیم کلاس و بعدش می‌رفتیم شهر رو می‌گشتیم. بیشتر اطلاعات تاریخی من از اصفهان مال همون موقع. اولین باری که عالی‌قاپو کامل دیدم اونجا بود. بابام بلیط خریدیم، از اون گوش دکمه‌دارهای قدیمی که روش راهنمای صوتی داشت و گرفتیم و رفتیم کل ساختمون رو گشتیم. مثلا می‌دونستید عالی‌قاپو از جلو 2 طبقه، از کنار 3 و از پشت 5 طبقه دیده میشه، ولی در از 6 طبقه است برای اینکه دشمن نتونه برنامه‌ریزی کنه و بهش حمله کنه. سال کنکورم هر بار که ترزم خوب میشد یا رتبه‌ام توی کشور خوب بود میومدیم اصفهان تا جشن بگیریم. میرفتیم سیتی سنتر، کافی شاپ، دسر میخوردیم و کتاب میخریدم. اولین سفر تنهایی زندگی من به اصفهان بود. زمستون پارسال. تنها بودم، ترسیده بودم. رسیدم هاستل هریتیج. رفتم توی آشپزخونه و دیدم چند تا چینی دارن غذا درست میکنن. پرسیدم چی درست میکنین؟ سر صحبت باز شد و با هم دوست شدیم. هر بار که بهت برمیگردم داستان و روایت متفاوتی برام داری. هر بار یه اتفاق جدید. هر بار با یه پیچ و خم تازه آشنا میشم. عاشق میدون نقش جهانم، عاشق گوش و کنارش. تک تک مغازه‌ها وسایل دستسازی که فقط اینجا پیدا میکنم. عاشق عالی‌قاپو. کتاب فروش بزرگی که قدم زدن داخلش هر بار از فکر و خیال دورم میکنه و میذاره لابلای کتاب‌ها پخشن. 33 پل تو شب توی روز میرم و دوباره بهت برمیگردم.